سوال درباره نماز تراویح و نماز خفتن. ما میتوانیم این نماز تراویح را یا که نماز خفتن را 1 ساعت مانند یا که نیم ساعت مانند تا محکم کردن روزه را خوانیم با بعضی سبب‌ها. اگر خواب بود میبره یا که یگان سبب دیگر یا که ممکن بله. نیست بعد 1-2 ساعتی نماز باید بخونیم. نماز تراویح آن نمازی که بعد خفتن خوانده میشد همراه جماعت. وقتی که شما اگر بعد خفتن خواب کنید و بعد در آخری وقت خسته خوانید و الکی تهجد میشد، لیکن همون مراد پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کسی که شبهای رمضان نماز گذارد گناههای ما تقدمش بخشیده میشد، یعنی با همون نماز تهجد هم حاصل میشد. لیکن خفتن خوانده بعد خوابید. پیامبر صلی الله علیه وسلم کان یکره النوم قبلها، پیش از خفتن خواب کردن بعد میدیدن، و الحدیث بعدها، بعد خفتن گپ زدن بعد میدیدن، یعنی گپای غیر شرعی، گپای غیر دینی را بعد خفتن بعد میدیدن. مکروه است. بعد خفتن بنده باید با تلاوت قرآن و ذکر خواب و با عبادت الله تعالی مشغول شود. اگر خسته باشید، مثلا خفتن میخوانید خواب میکنید و بعد خسته پیش از سحری نماز تهجد ویتر میخوانید، سحری میکنید. لیکن کوشش کردن در کار مادامی که امکانیت هست به جماعت رفتن در کار. این موسم است، موسم ها نگفته تمام میشد.